حدود 2 سال از پایان فصل دوم سریال خاندان اژدها گذشته و اگه بخوام صادق باشم احتمالاً خیلی از اتفاقات مهم داستان رو یا فراموش کردیم یا هیچ وقت کامل متوجهشون نشدیم. مثلا چرا فقط خاندان تارگریان اژدها دارن؟ رابطه اژدها و سوارش چطور شکل میگیره و چرا یه اژدها هم نوعش رو میکشه؟ چرا از جادو تو سریال خاندان اژدها استفاده نشده؟ اصلا جادو وجود داره یا نه؟ هر اژدها چند سال عمر میکنه و چرا تو سریال گیم آف ترونز همه فکر میکردن اژدهایان منقرض شدن و اصلا وستروس و 7 پادشاهی کجای این دنیاست؟ جالبه بدونید جواب خیلی از این سوالا به اتفاقاتی برمیگرده که صدها سال قبل از شروع داستان رخ دادن. از امپراتوری گمشده والریا گرفته تا پیشگویی که سرنوشت خاندان تارگریان رو تغییر داد. پس قبل از اینکه فصل سوم شروع بشه بیایید تمام چیزایی که باید در مورد خاندان اژدها بدونیم رو مرور کنیم. نه فقط داستان بلکه دلیل اتفاقات، انگیزه شخصیت‌ها و رازهایی که باعث شدن این جنگ به وجود بیاد. خب جنگ خاندان تارگریان در ظاهر یه جنگ داخلیه. رینیرا در برابر اگان یا همون آلیسن که میشه همون سیاها در برابر سبزها که خب سبزها میشه نماد خاندان هایتاور. و خب اگه از بیرون بخوایم نگاه کنیم به نظر میاد دعوا فقط سر اینه که چه کسی روی تخت آهنین بشینه. اما یه سوال مهم وجود داره. چی شد سرنوشت خاندان تارگریان به این جنگ کشیده شد که بهش میگن رقص اژدها؟ جنگی که باعث نابودی اژدهایان، ضعیف شدن خاندان تارگریان و در نتیجه سقوط این خاندان میشه که تو سریال گیم آف ترونز قطعاً دیدین. اول از همه باید بدونیم خاندان تارگریان از کجا اومدن. سالها پیش تارگریان ها نه پادشاه بودن و نه جادوگر. اونا فقط یه گروه از چوپانهای معمولی تو شبه جزیره والریا بودن که اتفاقی تو آتشفشانی که بهش 14 شعله میگفتن یه چیزی پیدا کردن که دنیا رو تغییر داد، یعنی اژدها. اونا فهمیدن میتونن با این موجودات پیوند خونی و روحی برقرار کنن. همین شد که امپراتوری والریا به وجود اومد، قدرتمندترین تمدن با تعداد زیادی از خاندانهای اژدها سوار. اما یه سوال پیش میاد، اگه خیلی اژدها داشتن پس چرا فقط تارگریان ها باقی موندن؟ خب همه چیز برمیگرده به یه پیشبینی. یه دختر از خاندان تارگریان یه رویا دید که والریا قرار نابود بشه. برخلاف بقیه خاندان تارگریان این پیشبینی رو باور کرد و به جزیره دراگون استون فرار کردن همراه با چند تا اژدها. چندین سال بعد والریا و تمدنش از جمله دانش، طلسم‌ها و تاریخ گذشتش از بین رفت و دلیلش هم تا حدودی مشخص نشد، هرچند که فوران آتشفشان رو دلیلش اعلام کردن. خب قطعاً بارها اسم اگان فاتح رو شنیدید که وستروس رو فتح کرد، اما دلیل این کارش چی بود؟ جواب این سال همون رازیه که ویسیریس تو گوش رینیرا زمزمه کرد، نغمه یخ و آتش. اگان تو رویا دیده بود یه زمستون مرگبار از سمت شمال قراره بیاد، یه تاریکی که هیچ چیز جلوش رو نمیتونه بگیره مگر اینکه وستروس متحد باشه. البته تو قاره وستروس درست 7 پادشاهی وجود داره، اما اگان دورنها رو نتونست شکست بده و بعدها به واسطه ازدواج سیاسی دورنها به 7 پادشاهی ملحق شدن. پس وستروس که تو این سریال میبینیم اون قاره بزرگیه که تو غرب این دنیا قرار داره. اما دنیای این داستان فقط وستروس نیست، یه قاره دیگه هم هست به اسم اسوس تو شرق که والریام اونجا بود که خب تو سریال گیم آف ترونز زیاد در موردش شنیده بودیم. تو آخرین لحظات عمر ویسیریس، آلیسند کلمات بریده شدهش در مورد اگان و پیشگویی رو شنید و خب فکر کرد پادشاه داره پسر خودش رو جانشین میکنه. اما ویسیریس داشت در مورد اون اگانی حرف میزد که سالها پیش این رویا رو دیده بود. خب گفتم رویا. تو خاندان فعلی تارگریان ها یه رویابین وجود داره به اسم هلینا. تا الان چندین بار پیش بینیاش درست بوده، منتها هیچ کس بهش توجه نمیکنه و اکثرا اونو عجیب میدونن. یه مورد از پیش بینیاش این بود که به ایموند غیر مستقیم گفت وقتی صاحب اژدها میشی که یه چشمت رو ببندی یا از دست بدی. مورد دیگه‌اش این بود که گفت از اژدها نمیترسم، از موشها میترسم، که در نهایت یکی از موشگیرها پسرش رو کشت. یا تو قسمت 8 فصل اول موقع شام میگه مراقب هیولاهای زیر تخت باشید، که بدتر میبینیم موقع تاجگذاری اگان رنیس با اژدهاش از زیر زمین بیرون میاد و همه وحشت میکنن. آخرین پیش بینیش هم به ایموند بود که دقیقاً گفت کجا قراره بمیره، منتها نکته جالبش این بود که گفت اگان پادشاه میشه. حالا سوء تفاهم آلیسند باعث نشد رنیرا به حقش نرسه، بلکه این اوتو هایتاور بود که از قبل برنامه چیده بود تا تاج پادشاهی رو سر اگان قرار بده. سوء تفاهم آلیسند صرفاً باعث شد برای یه مدت وجدانش راحت باشه، منتها آلیسند هم شریک جرم بود هم قربانی، یعنی اسیر برنامه ریزی پدرش اوتو شد. چه وقتی ویسیریس داغدار بود و
اوتو آلیسن رو پیشش فرستاد، چه وقتی آخرین حرفای پادشاه رو اشتباه برداشت کرد در حالی که وصیت پادشاه برای اوتو اصلا مهم نبود. حالا برگردیم به یه سوال مهمتر که اول ویدیو مطرح شد. چرا فقط خاندان تارگریان اژدها دارن؟ شاید خیلی اشتباه برداشت کرده باشن که تارگریان ها از اول تنها اژدها سوارهای تاریخ بودن، ولی اینطور نیست. تو والریا خاندانهای زیادی اژدها داشتن. تارگریان ها فقط یکی از اونا بودن. پس چرا الان فقط تارگریان ها اژدها دارن؟ چون تنها خاندانی بودن که از سقوط والریا جون سالم به در بردن، همونطور که قبلتر گفتم. ولی سوال مهمتر اینه، این ارتباط خاص بین تارگریان ها و اژدهایان از کجا میاد؟ جواب قطعی تقریبا براش وجود نداره، ولی شواهد زیادی وجود داره که ارتباط بین والریایی ها و اژدهایان از جادوی خون میاد. یعنی اجداد تارگریان ها احتمالاً با جادو خودشون رو به اژدهایان وصل کردن، یه پیوند که نسل به نسل منتقل شده. این توضیح میده چرا تارگریان ها ازدواج درون خانوادگی دارن، نه فقط برای قدرت سیاسی بلکه برای اینکه این خون والریایی خالص بمونه و توانایی ارتباط با اژدهایان از بین نره. ولی اینجا یه نکته جالب هست. خون والریایی داشتن ضمانت نمیکنه حتما صاحب یه اژدها بشی. رنا دختر خود دیمن تارگریان وقتی سعی کرد با یه اژدها پیوند برقرار کنه، نزدیک بود جونش رو از دست بده. پس اژدها یه چیز دیگه هم میخواد. شاید شجاعت، شاید یه ذات خاص، شاید چیزی که هنوز کسی کامل نفهمیده. البته تو قسمت آخر فصل دوم دیدیم رنا ممکنه صاحب یه اژدها بشه. حالا یه سوال مهم و جالب، چرا تو سریال خاندان اژدها از جادو استفاده نمیشه؟ مگه تو سریال بازی تاج و تخت جادو وجود نداشت؟ جادو وجود داره، ولی این دنیا یه قانون داره. جادو با وجود اژدها قوی تر میشه. تو گیم آف ترونز میبینید که هرچی داستان جلو میره و اژدهای دنریس بزرگتر میشن، جادوهای دیگه هم قوی تر میشن. بنده آتیش، سایه ها یا رستاخیز مردگان. تو دوره خاندان اژدها، اژدهایان هنوز هستن، پس جادو هم هست. اون زنی که به دیمن تو هارنهال دارو میداد، یعنی آلیس ریورز، با توجه به شواهد یه جادوگر میتونست باشه که به دیمن کمک کرد راهشو پیدا کنه و به کمک درخت نیایش وقایع آینده از جمله حمله وایت واکرها و دنریس تارگریان رو دید. پیوند اژدها و سوارش خودش یه نوع جادوه. رویایی که تارگریان ها میبینن، اگان فاتح، دنیس رویابین، همون دختری که نابودی والریا رو پیش بینی کرد، و همین هلینا که حتی تو رویای دیمن هم بهش گفت میدونی نقشت چیه تو این داستان. همه اینا جادو هستن، ولی جادوی آشکار که همه بتونن ببیننش کمتر در موردش حرف زده شده. هرچند تو سریال گیم آف ترونز هم دیدیم که جادو وجود داره. اما در مورد جنگی که در جریانه، اگان پادشاه سبزها اصلا نمیخواست پادشاه بشه. اگان میدونست که رنیرا وارث رسمیه. پس وقتی اوتو و آلیسند اومدن و گفتن باید پادشاه بشی، سعی کرد از این قضیه فرار کنه. در مقابل ایموند، برادر کوچکتر اگان، دقیقاً برعکسه. ایموند برای جنگ ساخته شده بود، خصوصاً بعد اینکه ویگار اونو انتخاب کرد. البته وقتی بچه بود، چون نتونسته بود صاحب یه اژدها بشه، اگان و پسرای رنیرا اذیتش میکردن. وقتی اتفاقی رفت سراغ ویگار، بزرگترین اژدهای زنده، ویگار قبولش کرد. از اون لحظه به بعد ایموند دیگه اون بچه تحقیر شده نبود و این تبدیل شد به خشم و نفرتش از بقیه. اما یه سوال دیگه، واقعاً ایموند عمدن پسر رنیرا رو کشت؟ چیزی که نشون داده شد ایموند نتونست کنترل کامل ویگار رو به دست بگیره، خصوصا وقتی آراکس اول به ویگار حمله کرد. در اصل ایموند میخواست انتقامش رو بگیره، اما نه با کشتن لوسریس و اژدهاش. خب پس چرا یه اژدها هم نوعش رو میکشه؟ اصلا رابطش با سوارش چیه؟ شاید این قضیه مبهم باشه که وقتی اژدهایان از یه نژاد هستن و متعلق به یه خاندان هستن، چرا خیلی راحت همدیگر رو میکشن؟ مگه بینشون پیوند خونی برقرار نیست؟ میشه گفت جواب این سوال تو ذات اژدها قرار داره. اژدهایان تو این دنیا شکارچی برتر هستن. اونا به شدت قلم رو طلب اما منزوی هستن، ولی میتونن توی مکان با هم زندگی کنن. منتها وقتی پای تارگریان ها وسط باشه، داستان یکم متفاوته. وقتی از پیوند اژدها با سوارش حرف میزنیم، یعنی نیت و ذهن همدیگر رو درک میکنن، ولی غرور اژدها چیزی که کمتر بهش توجه شده. چون به نظر میرسه وقتی یه اژدها صاحبش رو انتخاب میکنه، قرار نیست مطیع محض اون آدم باشه، بلکه شریک اون آدمه. ولی خب غریزه و غرور خودش رو هم داره. مثلا تو مبارزه ایموند و لوسریس، ویگار یه اژدهای پیر و با تجربه است. وقتی یه اژدهای کوچیک بهش حمله کرد،
غریزش جریه دار شد و دیگه به دستور ایموند گوش نداد. پس وقتی اژدها با سوارش یکی میشه، در اصل یه پیمان شراکت با سوارش میبنده، نه پیمان اطاعت محض. واسه همین خوی وحشیگری و غیر قابل پیش بینی بودنش همیشه باقی میمونه، خصوصا اگه پیوند اژدها و سوارش تاریخچه بلندی نداشته باشه. خب واسهتون سوال نشده سن هر اژدها چقدر میتونه باشه؟ به طور مثال ویگار تقریبا 180 سال داره و اولین سوارش هم ویسنیا بود که میشد خواهر اگان فاتح. پس اینکه اینقدر ویگار مهمه صرفا واسه بزرگ بودنش نیست، بلکه تجربه زیادی هم داره که میتونه به راحتی حریف چند تا اژدها بشه. با این حال میشه گفت عمر اژدها میتونه به بیش از 200 سال هم برسه، خصوصا اگه وارد جنگ خاصی نشه. مورد دیگه هم فولاد والریایی بود که بارها در موردش شنیدیم. این فولاد به شدت سبک اما تیزتر و محکمتر از فولادهای دیگه است و هیچ وقت کند نمیشه. منتها بعد نابودی والریا دانش ساختش از بین رفت و تعداد کمی از این فولاد باقی موندن که به شکل سلاح وجود دارن. یکیش خنجر معروف داستانه و یکی دیگه‌ش هم شمشیر دیمن. اما رنیرا دنبال چیه؟ رنیرا از نگاه خودش داره از حقش دفاع میکنه، ولی هدفش فراتر از تخت پادشاهیه، چون میخواد ثابت کنه که یه زن میتونه پادشاهی باشه که وستروس رو متحد نگه داره مثل اگان فاتح و خب خواست پدرش هم همین بود، متحد نگه داشتن وستروس. اما مشکلش اینه که منطق سیاسیش ضعیفتر از قلب و احساساتشه، یعنی بعضی از تصمیماش با احساسه نه با استراتژی. نمونهش ماجرای بذر اژدها. جیس پسر رنیرا پیشنهاد داد که از اشراف زاده هایی که خون والریایی دارن استفاده کنن تا اژدهای بدون سوار رو بیارن تو میدون جنگ. منتها وقتی جواب نداد این مورد، رنیرا پاشو فراتر گذاشت و رفت دنبال هر آدمی که خون والریایی داشت و خب این تصمیمش اشتباهه. چند تا دلیل و تئوری میشه واسش مطرح کرد، اما چیزی که واضحه اینه که از بین اون 3 نفری که صاحب اژدها شدن، آدام که خب پسر کورلیس بود و خود سی اسموک انتخابش کرد، منتها برای خدمت به رنیرا دلیل داره و اونم اینه که خودش رو به پدرش ثابت کنه. منتها هیو همر و اولف هیچ وابستگی به رنیرا ندارن و هر کدوم به خاطر به دست آوردن مقام و ثروت وارد این آزمون شدن. جدا از اینا، وقتی یه آدم معمولی یه دفعه صاحب یه موجود خداگونه میشه، طبیعیه خودش رو در حد اشراف بدونه و هر لحظه ممکنه نظرش تغییر کنه، چون چیزی به اسم وفاداری براش معنا نداره، خصوصا به خاطر شرایط زندگی سختی که تو گذشته داشته. اینم که چرا تو سریال گیم آف ترونز اژدها وجود نداشت تا قبل از دنریس، یکیش اینه که بیشترشون تو جنگ‌های آینده کشته میشن و مابقی اژدهایانی که باقی میموندن تو فضاهای بسته ازشون نگهداری میشد و روز به روز ضعیف‌تر و کوچیک‌تر میشدن، چون اژدها وقتی آزادانه پرواز نکنه رشدش متوقف میشه، در حدی که کشتنش برای آدما کار سختی نمیتونست باشه. از طرف دیگه آموزش دهنده های اژدها که راه و رسم آموزش و مراقبت از اژدها رو بلد بودن کم کم محو شدن و رام کردن اژدها یه دانش گم شده بود که هر کسی از عهده‌اش بر نمی اومد. اما یه نکته دیگه، چرا تارگریان ها فقط به زبان والریایی کهن با اژدها حرف میزدن؟ این کار 2 تا دلیل هوشمندانه داشت. اول امنیت. زبان والریایی باعث میشد اژدها فقط فرمانهای خاص رو اجرا کنه و اتفاقی به کسی آسیب نزنه. دوم انحصار قدرت. تارگریان ها میخواستن این یه راز خانوادگی باقی بمونه. اونا نمیخواستن هیچ غریبه‌ای حتی اگه شانسی سوار اژدها شد بتونه بهش فرمان بده. والریایی زبان جادو و خون اونا بود، یه جور کد اختصاصی که فقط اژدها و صاحب اصلیش اون رو میفهمیدن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خواستید خلاصه داستان فصل اول و دوم رو هم میتونم جمع و جور آماده کنم. مراقب خودتون و عزیزاتون باشید. فعلا یا حق.